با سلامی دوباره بیننده عزیز شالوی گلخوجه هستم که شما را با سرخطی اخباری مهمترین روز آشنا میکنم و بعضی از این خبر و گزارش‌ها رو ما بعد از تقریبا 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهادی شما خواهیم کرد و باور دارم که چون همیشه در این برنامه شما ما را همراهی میکنید تا اینکه با تفصیلات خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان آشنا شوید. شروع میکنیم از اون که مقامات انتظامی ترکیه بعد از بازداشت بیش از 2 ماه یک عضو فعال گروه 24 را رها کرد و تقدیر نفر دوم این گروه که اون نیز در ماه مارس امسال بازداشت شده بود بعد از چند مدت دیگر معلوم می شود. اگر می خواهید تفصیلات این خبر رو بدانید پس در برنامه خبری ما رو همراهی کنید. بعد 2 سال تاجیکستان با صاحب یک دانشگاه دیگر اسلامی می شود، اما سنگ اساسی رو برای بنیاد این دانشگاه الکی امروز علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گذاشت. دانشکده اسلامی در حال ساخته می شود که سازمان‌های بین‌المللی از جمله امریکا تاجیکستان را به نقض آزادی‌های مذهبی ساکنان کشور عیبدار می‌کند. همین گونه تفصیلات را ما در برنامه برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. در اوکراین باز یک چهره دیگر اندیش که از حکومت روسیه انتقاد می‌کرد کشته شد. اندری بابیچنکا که بنابر تهدیدهای سیاسی از وطنش فرار کرده بود روز گذشته در نزد درآمدگاه منزلش پرانده شد. چونوچرای این خبر برای شما در برنامه خبری بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر تقدیم خواهد شد. در ادامه موضوع روسیه ما برای شما سرگذشت یک زاده تاجیکستان را قصه میکنیم که بیشتر از 18 سال یا نزدیک 12 سال در روسیه به سر میبرد. الکی همسری روس دارد و 10 فرزند دارد، ولی روسیه نمیخواهد که او را همچون شهروندی کشورش اعتراف کند و این زاده تاجیکستان تقریبا روزهای بیشترش را در شعبه های ملیسه میگذراند و در مرکزهای مخصوصی که برای مهاجرانی که قانون ها را ویران کردند نگهداری می شود. مشکل اصلی این مهاجر تاجیک در چی است؟ ما را پیگیری کنید، حتما با خبر خواهید شد چون یک گزارشی جالب است. قانون است ولی اجرا نه. یک تفتیش چندی از مقامات تاجیکستان در قهوه‌خانه و دیگر نقطه های خوراک عمومی نشان داده است که در این مؤسسه ها تا کنون به طور فراوان از محصولات تماکو استفاده می شود، در حالی که هنوز ماه ینور امسال پارلمان تاجیکستان قانونی را تصویب کرد که در نقطه های عمومی از جمله در قهوه‌خانه و طربخانه ها استفاده همه گونه محصولات تماکو از جمله چیلیم و کالیون و نوس را منع کرده بود. هر نفری که خواهش داشت که از این محصولات تماکو استفاده کند باید بیرون از بینوی این نقطه ها و در جاهای مخصوص این محصولات تماکو را میکشید و چندین نفر در این رابطه الکی بازداشت شدند و جریمه شدند. ما شما را در جریان برنامه در این باره بیشتر خواهیم گفت و بیشتر تفصیلات میدیم. و سرگردانی کودکان معلول در ولایت ختلان کی به آخر میرسد. والدین این کودکان امیدوارند که بالاخره در منطقه آنها نیز یک مرکز مخصوص یا مکتبی مخصوص باز می شود که آنها دیگر مجبور نمی شوند برای طبابت کودکان معلولشان به دوشنبه و حصار و دیگر منطقه تاجیکستان بروند. در این باره ما یک گزارش کامل داریم، برای همین ما را پیگیری کنید. بعد از تقریبا 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم رادیو آزادی که طریق آزادی ویدیوی یوتیوب کانال مخصوصی ما پیشنهادی شما می شود. و اگر تا شروع برنامه بازم یگان خبری مهم پیدا شد و همکاران ما شما را در جریان آن خواهند گذاشت و ما این خبرها را حتما پیشنهادی شما خواهیم کرد. و اگر شما هم نظر پیشنهادی و یا خبری دارید با ما حتما تماس بگیرید. تماس گرفتن با ما خیلی کاری آسان است. ما واتساپ، وایبر و دیگر شبکه‌های اجتماعی داریم که طریق این شبکه‌ها شما میتونید با ما تماس بگیرید. رقم وایبر و واتساپ و ایموی ما در رادیوی آزادی www.azadi.org که وبسایت مخصوصی ما است گذاشته شده است. خلاصه من شالوی گلخوجه شما رو بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم منتظرم.